تو هم دوست داری همچین ویدیوهایی بسازی و بتونی هر زمانی که میخوای رو برای ویدیوهات در نظر بگیری و اونها رو ایجاد بکنی؟ پس بیا تا بهت یاد بدم. اول بریم تو جیمینای و عکسمون رو ایجاد کنیم. عکس‌های نمونه رو بهش بدیم تا از روی اون عکس‌ها عکس اصلی رو برامون ایجاد بکنه. حالا پرامپتش رو بنویسیم. ببینیم که عکس رو چجوری ایجاد میکنه. عکس رو برامون ساخت. این عکس رو میبریم توی گروک و اونجا این رو تبدیلش میکنیم به یک ویدیو. ابزار هوش مصنوعی گروک رو باز میکنیم و میایم توی قسمت مربوط به تصاویر عکسی که ساختیم رو آپلود میکنیم. بعد پرامپت مربوط به ویدیو رو براش مینویسیم و صبر میکنیم تا ویدیو رو برامون بسازه. و این هم از نتیجه کارمون. حالا اگر میخوای بهت یاد بدم تا چجوری زمان ویدیو رو بیشتر بکنی، بهم پیام بده تا اون رو بهت آموزش بدم.